امروز هر یکی از ما 20 و یا 30 سال قبل را دوران فقیری می نامند، ولی همان فقر بهتر از ثروت امروزه بود. در دوران فقیری خرسندی و تویهای ما 1 هفته دوام می کرد، اما امروز 2 ساعت. آن زمان همه خویش و تبار با دل صاف به یگان هدف به توی می آمدند و همه از عمق قلب خوشحالی می کردند. لباسی عادی داشتند ولی کرامتی عالی. در ایام فقیری اگرچه کیسه ها خالی بودند ولی عقلها پر از معرفت. آن روزها ذخیره 1 ماه هم نداشتند ولی قناعت در هر عائله حکمران بود و نمی گذاشت آنها غمگین باشند. دوران فقیری خانه های خرد و تنگ بود ولی قلبها کلان و دروازه ها باز. ایام فقیری ماشین نبود ولی زیارت خویش و تبار به هر وسیله به مراتب زیادتر بود. آن زمان زکات و صدقه های بزرگ کم بود ولی مردم با تبسم و چهره گشاده به یکدیگر صدقه می کردند. در ایام فقیری مسجد کم بود ولی اخلاق و رفتار نکو بی نهایت زیاد. با امید دوباره برگشتن دوران فقیری.